من حسن خوشنود، مربی و مدیر باشگاه. قیصر، کوچه مردا، گوزن‌ها، گندوم، عمل امریکایی، اینا همه فیلم قبل انقلابه. اینا جرمه، با اینا میخوای بری بیرون؟ بابا این فیلم بازی تو مرتضی هیچ ربطی به من و بچم نداره. مگه کم بدبختی کشیدی؟ هر قهرمانی که پاش روی زمین وصله خوبه. بازیگری خوبه که مردم تو سالن سینما وسط فیلم براش سوت و کف بزنن، ولی مردم تو سالن عروسی هم سوت و کف میزنن. چارشونه، سیبیل واکس زده، عین همه نقش منفیای سینما. کامران باختر، فتحعلی اویسی، رضا طوفان، نرسی گرگیا، منوچهر حامدی و جلا. فقط جبارسی. یه سوال، جمشید هاشمپور یا جمشید آریا؟ یاد فیلم تاراج افتادم که جمشید خانو محاصره کرده بودم، کم نیاورد و عین یک مبارز سامورایی رفت وسطشون. نتیجه فیلم اکشن دیدن تاثیرش میشه رو بچه این.